جبهه مقاومت ملی افغانستان که یک سال باز با ضد حکومت نو طالبان در این کشور جنگ زده مبارزه مسلحانه میبرد خبر داد که نیروهایش روز 3 اکتبر سال 2022 به نوع ریاست ولسوالی یا نویه شکای در منطقه دروازه ولایت بدخشان در شرق افغانستان را تصرف کردند. چند منصبدار رژیم طالبان از جمله ولسوالی شکای مولوی اکرم را اسیر گرفتند. شکای در مرز با تاجیکستان در روبروی نویه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده است. در نواری که نیروهای جبهه مقاومت نشر کردند دیده می شود که مولوی اکرم در بین دو نفر دیگر در روی کرپچه نشسته است و می گوید که هنگام فرار در یک کمین به دست مقاومتگران اسیر افتاده است. مولوی اکرم گفت مقاومتگران با او برخورد خوب داشتند و هیچ نوع بدرفتاری و حتی بی‌ادبی نسبت به او ظاهر نکردند. در پایان ثبت نماینده جبهه مقاومت ملی اعلام کرد که به دلیل اینکه ولسوال شکای تاجیک است و مردم این نویه نیز از شیوه ریاست او راضی هستند او را رها میکنند. بازداشت مولوی اکرم و دیگر مقام‌های رژیم طالبان در روستای ژرف مرکز نویه شکای صورت گرفته او را از ژرف به روستای درگک برده و اینجا از اسارت بدون یگان قید و شرط رها کردند. نمایندگان جبهه مقاومت ملی خبر دادند که از بس که نیروی کافی برای در دست نگاه داشتن ولسوالی شکای را نداشتند، در پی دریافت خبر ارسال نیروهای اضافی طالبان به شکای این منطقه را رها کردند. آنها گفتند از بس که در شرایط کوهستان با خود بردن اسیران نیز مشکل است، تصمیم گرفته شد تا پیش از ترک شکای مقام‌های اسیر افتاده طالبان را نیز رها کنند. در هر صورت شکای نخستین منطقه در افغانستان و آن هم در مرز با تاجیکستان است که بعد به دست حرکت تندرو طالبان افتادن زمام قدرت در این کشور هرچند به صورت موقت و همگی برای چند ساعت ولی از دست آنها پس گرفته شد. جنگجویان طالبان ماه آگوست سال 2021 در آخر روزهای خروج نیروهای ائتلاف بین المللی برابری امریکا و پیمان حربی ناتو از افغانستان توانستند در بین همگی چند روز تقریبا همه قلمرو افغانستان را به دست خود درآورند و حکومت نو خود را با نام امارت اسلامی افغانستان روی کار بیارند.